بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را که عبارت است از قرآن و سنت به دیگر برادران و خواهران برسانید تا آنها بهره‌مند شوند و شما هم از پاداش نیک محروم نشوید. موضوع امروزینه ما دوامی علامت‌های بزرگ روز قیامت. در درس پیشینه ما درباره دجال سخن زده بودیم. امروز درباره فرود آمدن عیسی پسر مریم علیه السلام سخن میزنیم که الله عز و جل در سوره نساء 157 آیت میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. و بسبب گفتاری سراسر دروغشان که ما عیسی پسر مریم فرستاده الله را کشتیم، در صورتی که او را نکشتند و نه به دار آویختند بلکه بر آنان مشتبه شد، آنها در اختلاف غلطیدند. به این خاطر شخصی را به گمان اینکه عیسی است به دار آویختند و کشتند. و کسانی که درباره او اختلاف کردند که آیا او عیسی است یا دیگر کس است، نسبت به وضع و حال او در شک هستند و جز پیروی از گمان و وهم می کنند. هیچ آگاهی و علم به آن ندارند و یقینا او را نکشتند، بلکه الله او را به سوی خود بالا برد و الله همواره توانایی شکست ناپذیر و حکیم است. همینجا که دعوای باطلی که یهودان و نصرانی ها کردند، دعوای باطل آنها را الله عز و جل دور کرد که وی زنده است و در آخر روز قیامت فرود می آید. در بالا گفتیم که در آخری چی می فراید؟ در آخری یعنی که برآمدن دجال، آخری روزهای دجال می فراید. و در احادیثی که درباره امام مهدی است عیسی علیه السلام می فراید و نماز برپا شده است، نماز برپا شده است و نماز بامداد. پس مردم پیش بکنند عیسی علیه السلام که به امام شود که به مردم نماز گذارد. پس عیسی علیه السلام میگوید که تقدم فصلی فانما لك اقیمت. به امام مهدی میگوید که مرحمت پیش شو، پیش گذار، پس نماز گذار، پس هر آینه برای تو نماز برپا شده است، ای برای تو امام شوی. پس عیسی علیه السلام در آخر زمان به زمین فرود می آید که این یکی از علامت های چی است؟ علامت های بزرگ روز قیامت. و در آیات دیگر الله میفرماید سوره زخرف 60 و انه لعلم للساعه، هر آینه او عیسی علیه السلام علم است برای روز قیامت. یعنی که علم یعنی که علامت نشانه برای روز قیامت است. العلم ای علامت و نشانه برای روز قیامت. و چخیلی که الله عز و جل باز خبر میدهد در آیات دیگر که اهل کتاب روز قیامت پیش از چی؟ پیش از مردن عیسی علیه السلام به او ایمان میارند. چخیلی که الله عز و جل میگه و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته. سوره نساء 59 آیت میگه و هر آینه از اهل کتاب نفرانی هستند که مگر روز قیامت به او پیش از مردن عیسی علیه السلام به او ایمان می‌آورند. ما گفتیم که عیسی علیه السلام تا حال از دنیا نگذشته است، الله او را به بالا برده است و پیش از مردنش معنا دارد که روز قیامت می‌فراید و بعد آن که می‌فراید به او ایمان می‌آورند، همون از اهل کتاب، نفرانی از اهل کتاب. و در حدیث امام ابو داود از حدیث نواس ابن سمعان می‌فرماید که ینزل عیسی ابن مریم عند مناره البیضاء شرقی دمشق. در کجا می‌فراید عیسی علیه السلام؟ میگه عیسی علیه السلام میفرماید در چی؟ در مناره قلعه، مناره بیضا، مناره سفید شرقی دمشق.
در شرقی دمشق میفراید. باز پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای ما وصف میدهد که چگونه میفراید در حال همون چی فرامدنش. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که لیس بینی و بین عیسی نبی. همچنین عکس مفهمونیم که پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که بین من و بین عیسی علیه السلام پیغمبری دیگر نیست، دیگر پیغمبر وجود ندارد. یعنی بعضی میگن که دانیال پیغمبر است و بعد عیسی علیه السلام بود و فلان بسمدان. برادرای بزرگوار، خواهرا، تا طالب علما، داملاها، همچنین پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم صراحتا میگد که حدیث صحیح آمده است. حدیث در امام ابو داود است و ابن حبان است و امام حاکم است و صحیح است و امام ذهبی میگه صحیح است. حدیث صحیح هستند که پیغمبر میگه بین من و بین عیسی علیه السلام پیغمبری نیست. حدیث صریح است که نیست پیغمبری دیگر. و انه نازل و حراینه عیسی علیه السلام میفراید فاذا رأیتموه فاعرفوه. اگر که شما او را دیدید پس بشناسید او را. رجل مربوع علی الحمر. مربوع معنا دارد که نه دراز است و نه کوتاه است. حمر یعنی که سرخ است، سرخ شتاب. ینزل بین ممسرتین کأن رأسه یقطر و ان لم یصبه بلل. میگه مردی نه کوتاه است و نه بلند قامت است و نه کوتاه قامت است، میانه است. حمر و البیاض، سفیدی و سرخی، سفید و سرخ است، سفید است و سرخی دارد در روش. یعنی که ممسرتین یعنی که امون چی است؟ لباسی که کمک زردی خیلی سبک زرد است لباسش. یا که از سرش آب بیچکد اگر در حالتی که آبم نرسیده باشدش. و ان لم یصیبه بلل، اگان نمی یگان تری رسیدگی او را نیست. حدیث صحیح است. در کدام حالت میفراید؟ در وقتی که همون دجال میآرد چرا میآرد و امام مهدی را در قلعه در دمشق گفتیم، شرقی دمشق چی میآرد؟ محاصرت که میکند همون در درون قلعه امام مهدی است و چی است؟ همون مسلمان ها هستند. در همونجا میگن که بامداد میخونیم بعد بزید چی به جنگ میبریم، بزید دجال. در همینجا از جابر ابن عبدالله قال سمعت النبي صلی الله علیه و سلم یقول، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا تزال طائفه من امتی، تا هنوز میگه طائفه از امتی من یقاتلون علی الحق، در راه حق می جنگند. ظاهرین، در راه حق می جنگند و ظاهرن هویدا هستند، ظاهرن آشکارن الى یوم القیامه، تا روز قیامت می جنگند. قال حدیث درازای فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم، میفرد عیسی ابن مریم پس میگوید امیر آنها تعال صلی لنا. امیر آنها کی؟ مهدی و مهدی. میگه بیا نماز گذار برای ما، پیش نماز شو. فیقول لا، میگه که نه، ان بعضکم علی بعض امراء، بعضی از شما به بعضی دیگرتان امیر هستین، یعنی خودتان امیر هستین به بعضی دیگرتان. همچون گرامی قدر میداند الله شما را ایش امین امت گرامی قدر میداند. برای امام نمیشود. در روایت گفتیم که چی؟ امام مهدی پیش میکند، میگه نه امام مهدی پیش میشود و نماز میخواند. در اینجا هم میگه که چی؟ شما بعضیتون بر بعضیتون امیر هستید و پیش نماز میشود، نماز بوندا میخواند. حدیث در امام مسلم است. با در روایت دیگر از حدیث ابو هریره رضی الله عنه میگه که کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم فامکم منکم، یعنی که چگونه هستید شما در حالی که عیسی پس فرزند مریم به زمین میفرد، یعنی امام شما از خود شما هست، امام شما از خود پیغمبر است. عیسی پیغمبر است، نیک در زمین که میفرد در امت محمد همچون یک امت محمد میشود، نه همچون پیغمبر. یکم چیزی که عیسی میفرد بعد میکند و کشتن چی است؟ کشتن دجال در باب لد میگن، باب لد دجال میکشد. پس از آن میگه حکم میکند به شریعت الله، حکم میکند به شریعت الله، ای قرآن حکم میکند، به کتاب و سنت حکم میکند و در زمین زندگی میکند. ابو هریره میفرماید که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگوید فیمکث فی الارض 40 سنه. حدیث در امام ابو داود است و امام احمد است و ابن حبان است. حدیثی صحیح است، رافعه ذهبی و وافقه ذهبی. امام ذهبی میگه چی است؟ صحیح. فیمکث فی الارض میگه در زمین 40 سال زندگی میکند، پس از 40 سال وفات میکند و مسلمانا جنازش میکنند. و در حدیث امام مسلم و امام مسلم و بخاری از ابی هریره روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید، میگه والذی نفسی بیده، سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست، لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، زود است که در شما ای به پیش شما فرود می آید عیسی پسر مریم، حکما عدلا، حکما ای داوری عدل، با عدل ای با عدل حکم میکند، در حالی که در او وقت ظلم و ستم چه بود؟ همه را فرا گرفته بود. هم حاکم داوری عادل میشود، حکم میکند. فیکسر الصلیب، پس چرا میکند؟ میشکند همون کریستی که میگن کریست میشکند. و یقتل الخنزیر، و همه چرا خوگها را نیست میکند، میکشد. و یضع الجزیه، و جزیه هم نیست میشود، جزیه را نیست میکند، میگذارد، تمام میگه جزیه نیست.
نیست، یا ایمان میاری یا کی کشته میشوی. حدیث در بخاری مسلم است. در روایت امام مسلم میگه حکما ای حاکم عادل. با در دوام روایت چی میگه؟ و یضع الجزیه، جزیه را نیست میکند. و یفیض المال حتی لا یقبله احد، و مال همون قدر زیاد میشود، افزایش مییابد که زکات هیچ کس قبول نمیکند، صدقه هیچ کس قبول نمیکند. حتی تكون السجده الواحده خیرا من الدنیا و ما فیها، حتی یک سجده میگه، یک سجده بهتر است از دنیا و آن چیزی که در دنیا است. یک سجده. و در زمان عیسی علیه السلام ناز و نعمت همه را فرا میگیرد، یعنی که خوشبختی و کامیابی همه را فرا میگیرد و خیر بسیار افزایش مییابد. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که طوبی للعیش بعد العیس، میگه خوش به حال آنانی که زندگی میکنند بعد عیسی علیه السلام. و اجازت و رخصت میشود برای آسمان، اجازت داده میشود که آسمان باران خود را بارد و برای زمین اجازت میشود که رستنی خود را به بیرون آورد. اگر که میگه دانه را در سنگ صفا شناندی، پس میروید از خیر بسیار. حتی که انسان به پیش شیر میگذرد و شیر او را ضرر نمیرساند، و حتی مار را زیر پا میکند که مار او را نمیگزد. ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض، و نه جنگ و جنجال است، نه بدبینی است، نه حسد است، و نه چی بدبینی و کراهیت و دیگر است. برای همین این بود دویم علامتی ما گفتیم فرود آمدن عیسی علیه السلام به زمین. علامت دیگری، علامت سیوم از نشانه ها، یا که نشانه سیوم از نشانه ها که علامت ها روز قیامت این چی است؟ این دخان میگن. دخان ای دودی. چقدر که الله عز و جل میگوید در سوره دخان، حتی سوره هم برام همون از دخان، در آیت 10 و 11 میفرماید که فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم. پس الله میگوید که منتظری روزی باش که آسمان دودی آشکاری را پدیدار میکند، میبرارد، دودی که تمام مردم را فرا میگیرد. این همان عذابی دردناک. بین الله چی میگه؟ این همان عذابی دردناک، عظیم است، بزرگ است، بسیار عذابی بزرگ است. و در حدیث گفتیم پیش صحیح مسلم است، گفتیم که روز قیامت برپا نمیشود تا که نبینید 10 نشانه ها را. از همون نشانه ها گفتیم پیغمبر ذکر کرد چرا؟ دجال گفت و دخان گفت، یعنی که همین دخان یکی از چی است؟ یکی از علامت‌های روز قیامت است. پیغمبری بزرگوار از ابی مالک الاشعری رضی الله عنه فرمودند که پیامبری بزرگوار میگوید ان ربکم انذرکم ثلاثا، هر آینه پروردگارتان شما را از 3 چیز بیم داد، آگاهی داد. یکم چیز آن دخان، دود که میبرد روز قیامت. پیغمبر چی میگه؟ یأخذ المؤمن کزکمتین، مؤمن وقتی که همون دود وقتی که میکشد مثل بگم یک سرمازدگی میشود، مثل یک سرماش میزند تمام، یعنی که هیچ نمیکند مردانه، یک سرمازدگی مثل گریپ بگی میشود تمام، جوش الله میگیرد. و یأخذ الکافر فینتفخ حتی یخرج من کل مسمع منه، وقتی کافر که میگیرد همون دود که میگیرد کافر ورم میکند، دود از همه جای همون چی بگم سوراخیش میبرد. گفتیم دویم چی است؟ میگه دویم بعد دخان چی میبرد؟ حیوان بزرگی از جثه. و سوم چی گفت که دجال. حدیث در امام طبرانی و ابن جریر و طبرانی و ابن کثیر در تفسیر میگه اسنادش درست است. و حدیثا بسیار هستند، یک بیشتر ضعیف است، درم که حاجت نیست به ذکر کردن شد. و ابن مسعود میگه که یعنی که مقصد به همین دودی که ما ذکر کردیم این قحطی بود گذشت که قریش دوچار همین قحطی شده بود روزی چی؟ روزی بدر، جنگ بدر. ولی قول ابن مسعود درست نیست و درست همین است که همون دودی که می آید روزی قیامت است، حالی نه آمده است، می آید. برای چی؟ برای همه حدیثایی که در اینجا گفته شدن همش حدیثا بیان میکنن که حالی آمدگی نیست و او همون دخان یعنی که همین نشانه ها روز قیامت این پیش یعنی که در وقت روز قیامت میاد. برای الله میگه که یغش الناس ای همه مردم فرا میگیرد. برای همین ابن کثیر و امام نووی و دیگر و امام حذیفه و ابن عمر و حسن و دیگران میگن که چی حال آمادگی نیست و در آینده پدید می آید. و دیگری از علامات نشانه های روز قیامت این چی است؟ این برآمدن آفتاب از جای نشستگاهش، از مغرب، از غروب میبراید، نه از شروق یعنی که از برآمدن آفتاب، نه از چی؟ از
چشم میبراید. خلاصه درباره این شرح میتیم چه در حدیث عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول که عبدالله ابن عمرو شنید است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان اول آیات خروج الشمس من مغربها، دلیلی که این من برآمدن آفتاب از مغرب، یعنی از جای غروبگاهش، نشستگاهش، میگه پیغمبر که یکمین علامتی که میبراید، علامت‌های نشانه روز قیامت، این میگه چی است؟ برآمدن آفتاب از جای چی است؟ جای فرودگاهش، از نشستگاهش، در همون از جایی که می‌نشیند از اونجا میبراید. و بعد میگه که خروج الدبه علی الناس ضحا، همون برآمدن همون حیوان بزرگ جثه به مردم پگاهی. میگه کدام از اینها که برآمد یکم، دویمش در چی است؟ در پی او است. حدیث در امام مسلم است و ابن ماجه است. خلاصه الله عز و جل میفرماید که سوره انعام 158 آیت هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله میگوید که جز این انتظار دارند که فرشتگان به سراغشان بیایند، یا الله خودش به سوی آنها بیاید، یا پاره‌ای از آیات، یا که بعضی از آیات یا که نشانه‌های پروردگار، آیات‌های پروردگار و نشانه‌های رستاخیز. اما آن روز که این نشانه‌ها به تحقیق پذیرند، یعنی هر آینه یقینا بیایند، نشانه‌ها برپا شوند، ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاوردند و یا عملی نیکی انجام ندادند، سودی به حالشان نخواهد داشت. بگو اکنون که شما چنین انتظار را غلط دارید، انتظار بکشید، ما هم انتظار میکشیم. یعنی که ایمان اگر نآورده باشند یا که عملی شایسته نکرده باشند، پس به آنها دیگر سودی نمیبخشد. وقتی که یک علامت های روز قیامت که آمد، یکی از علامت ها این چی است؟ برآمدن آفتاب از نشستگاهش. خیلی که ابو هریره رضی الله عنه میفرماید از پیامبر بزرگوار لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت برپا نمی شود تا آنی که آفتاب نبراید از جای فرودگاهش یا که از جای نشستگاهش. فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون، وقتی که آفتاب از مغرب برآمد، یعنی که از جای غروبگاهش برآمد، مردم ایمان آوردند همشان در همون حال، در همون وقت. برای یگان کس ایمان نداشت و ایمان آورد به او سود دیگر نمیبخشد، یا که یگان عملی شایسته نکرده بود، پس دیگر الله عمل شایسته او را قبول نمیکند. حدیث در بخاری و امام مسلم است. یعنی که آفتاب که از جای نشستگاهش برآمد، پس در این حال عمل انسان دیگر قبول نمی شود، توبه‌ش هم قبول نمی شود. باز پیغمبر بزرگوار در حدیث دیگر، حدیث امام مسلم و امام احمد است، میفرماید که فاذا طلعت الشمس من مغربها اغلق باب التوبه، وقتی که آفتاب از جای فرودگاهش میبراید، باب توبه بسته می شود. چه در حدیث صحیح از امام مسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه، کسی که توبه میکند از گناهانش پیش از برآمدن آفتاب از مغرب از جای نشستگاهش، پس توبه او را الله به درگاهش قبول میکند. اگر که توبه نکرده باشد، پس توبه او را دیگر الله قبول نمی سازد. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که در حدیث امام احمد و طبرانی و حدیث صحیح است، هجرت میگه قطع نمی شود، بسته نمی شود تا آنی که توبه قبول است. ولا تزال التوبه مقبوله حتی تطلع الشمس من مغرب، و تا هنوز توبه انسان قبول می شود تا آنی که آفتاب از مغرب نبراید. فاذا طلع طبع على كل قلب بما فيه، وقتی که آفتاب از فرودگاهش از مغرب برآمد، پس در دل هر انسان مهر زده می شود در اون حالی که است. و کف الناس العمل، و برای مردم عملا بسته می شود. باز در حدیث دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم ان الله میگوید که ان الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسیره 70 عاما، میگه الله عز وجل در جای یعنی مغرب در آفتاب، در جای آفتاب نشین یک دروازه را گذاشته است کی، یعنی که
وسعی همون دروازه میگه راهگردی 70 سال برای توبه و بسته نمیشه و تا آنی که آفتاب از چی نبراید؟ از مغرب. و باز چی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید که حدیث در چی است؟ حدیث در امام ترمذی است و المنذری میگه صفوان رضی الله عنه اسنادش میگه صحیح است. باز پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. پیغمبر میگه که الله توبه هر یک انسان را قبول میکند، بنده توبه بنده را تا آنی که یغرغر، یعنی که انسان همین جانش در چی؟ در گلوش اگه آماده باشه در حالت چیز قبول نمی‌کند توبه شه. از در امام ترمذی است، ابن ماجه است و احمد است و ابن حبان است و حاکم است و حدیث اسنادش صحیح است. ابن حجر چیز حسن است. خلاصه حدیثا بسیار هستند در این مسئله. باز حدیث دیگر در امام مسلم است، همین آخر حدیث میگیم در امام مسلم است از ابی هریره رضی الله عنه که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. الله عز و جل میگه دست توبهش را به شب باز میکند برای توبه کنند اون کسی که در روز گناه کرده است. و یبسط یده بالنهار، و دستی توبه را باز میکند برای توبه کنند آنهایی که در شب گناه کردند. حتی تطلع الشمس من مغربها، تا آنی که آفتاب از مغرب از غروبگاهش براید، در حالت توبه دیگر قبول نمی شود. خلاصه حدیثا بسیار هستند، همین قدرش بسنده است ان شاء الله. و نصیحت من برای شما همین از برادرای گرامی که درس را گوش کنید، بهره برید و مردم پهن کنید که مردم مفهمد و مردم به عمل نیک دست زند و از عملهای بد و ناشایسته دوری جوید. باز درس دوام دارد، نشانه های روز قیامت دوام دارد و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.